سلام و درود به پایان بر هر یکی شما محترم подписчикای عزیز. همه شما را خوش آمدید میگیم به یوتیوب کانال مول بزرگی مسچو. دوستان عزیز، در نوار امروزه ما نوار گرفتیم یک سر گوی سمنتالی اوچه بچه دوستا. من این بچهش باشد با قچه دوستا. شیرش من این گوسالش تا حاضر خورده گشته. از روزی که ما خریداری کردیم دو دنیا محشود ما خریداری کردیم برای خودمون. از اینکه پول در کار شدید مال میفروشیم دوستان عزیز. کسی میخواد اومده در نزدیک میبیند می چرا تلفن میگیرد می فرقش نیست. مال دوستا عین حال یگان خیل کمبودی ندارد، عادتهای شط زنی ندارد، با آدم اهل دوستا. انشالله آدم گرفتگی برکت میاد. هر چوچوچش کار میکند رستیانش یک خیل یگان داشت کج و پج نیستن پیستانش. و وقتی تولد کردن مال دوستان با گفتی صاحبش 20 لیتر وقتی که نو تولد میکنه 20 لیتر شیر میده. عین حال باشد دوستان ما جوشیدگی نیستیم. امروزی که خریدیم دو دنیا ماه میشد پالی هم بچه شیر زده گشتگی دوستان عزیز. کم اشختی 10-12 لیتر عین حال شیر دارد. اگر که بچه جدا کنم گوید اونجایی که بچهش از شیر سیر شد 5 ماه زیاد شد بچهش دوستان عزیز. پیستانش انشالله خوبه. دویم زایش گوسالی در شکمش بوده انشالله سیوم میشد. دو ماه بقر رفتگی کره انچشختی دوستان عزیز. دو دنی معشورگی کره انچشختی. ششم مرد به دوستان بقر رفتگی کره انچشختی. با کسی میخواد نشان میتیم ویدیوشه وقتی بقامان شد. از بقای گیگانتی سمنتالی 900-800 کیلو بقاماندگی هم دوستان. انشالله اگر که گرفته باشد آدم گرفتگی برکت میاد. من همین باشد دوستا گوسالش های با جدا جدا هم میفروشیم. اگر کسی آچه گیرد میفروشیم، آچه بچه هم گیرد میفروشیم. نرخ مال دوستا آچه و بچه 45,000 سامانی میگیم. باز معامله خوب دارد و پیلوس تصفکه دارد. در علایدگی باشد دوستا آچهش خودش عدلنی 29,000 سامانی باز سفدا میشد. مرحمت که دوستا شانس را از دست ندید. خریداری نامید. آدرس ما باشد ناحیه مسچو ولایت سوات. من این مال عین حال در قراقسای سری زمین های خودمان قرار دارد دوستا. باقی در امان خدا باشید. به همتان برای کار خداوند یارو مددگارتان. خداحافظ.